با سلام و عرض ادب خدمت همه شما دانش آموزان عزیز و ارجمند. نعمت الله نوری هستم، مدرس زبان انگلیسی. از سلسله مباحث گرامر زبان انگلیسی مبحث ضمایر فاعلی و فعل تو بی رو در خدمتتون این جلسه ارائه خواهیم داد. اگر به عنوان این بحث گرامری ما اینجا دقت کنید، singular pronouns plus be، ضمایر مفرد به اضافه فعل be. خب ضمایر در زبان انگلیسی ما انواع مختلفی از ضمایر داریم. ضمایر فاعلی داریم یا subject pronouns، ضمایر مفعولی داریم یا object pronouns. در اینجا ما ضمایر فاعلی مد نظرمون هست یا همون subject pronouns. خب بعضی از ضمایر فاعلی رو اینجا می‌بینید. I یعنی من، you یعنی تو، she یعنی او برای یک زن استفاده میشه، he او برای مرد استفاده میشه و it برای اشیاء غیر انسان استفاده میشه. خب اگر اینجا دقت بفرمایید، اینها ضمایر فاعلی هستند. ضمایر فاعلی در زبان انگلیسی به دو دسته تقسیم میشن: ضمایر فاعلی مفرد و ضمایر فاعلی جمع. ضمایر فاعلی مفرد همین ها هستن که اینجا دارین مشاهده میکنین: I، you به معنای تو، she، he و it. اما ضمایر فاعلی جمع عبارتند از we به معنای ما، you به معنای شما نه به معنای تو، به معنای شما یعنی بیشتر از یک نفر، و they به معنای آنها. خب در این بحث ما به ضمایر فاعلی مفرد کار داریم، singular pronouns یعنی ضمایر مفرد plus be به اضافه فعل to be. اما فعل to be چیه؟ فعل to be یکی از مهمترین یا شاید بشه گفت مهمترین و پرکاربردترین فعلی هستش که در زبان انگلیسی مورد استفاده قرار میگیره. در زمان حال شکل‌ها و فرم‌های am، are و is رو به خودش میگیره که همون فرم‌های فعل to be هستن. در زمان گذشته حالت was و will رو به خودش اختیار میکنه و در زمان آینده به همون حالت be قرار میگیره. اما ما فعلا به زمان حال فعل‌های to be کار داریم. پس موضوع درس ما ضمایر مفرد به اضافه فعل to be هست. بیایم به این مثال ها دقت کنیم. اینجا یک پروناون یا ضمیر رو به اضافه فعل to be کرده و یک مثال از حالتهای مختلف مفرد، ضمایر مفرد آورده. در مثال A، I am late، من دیر کردم. مثال B، you are late، تو دیر کردی. اگه دقت کنید are فقط با you اینجا میتونه قرار بگیره. are رو شما نمیتونید با I یا she، he و it قرار بدین. پس am فقط با I و are فقط با you. اما برای سه تا ضمیر دیگه she، he و it یعنی ضمایر مفرد غائب، اینجا ما فقط باید از فعل to be is استفاده کنیم. مثال C رو ببینید. She is late، او یک زن دیر کرده است. He is late، او که منظورمون یک مرد هست دیر کرده است. It is late، آن که حالا یک غیر انسان هست دیر کرده است. پس singular به معنای یکی بودن یا مفرد بودن هست. I، you، she، he و it در مثال های A تا E یعنی این مثال ها A تا E refer to one person به یک فرد برمیگردن. به همین خاطر میگیم اینها ضمایر مفرد هستن. اما ایزار هم همونطور گفتیم فرم هایی از فعل to be هستن. اما بخش دوم گرامر این هستش که pronouns refer to nouns، ضمایر باید ارجاع داده بشن یا برگردن به یک اسمی. تو این مثال نگاه کنید. مثال F، Maria is late، ماریا دیر کرده است. اگر بخوایم ضمیر مناسب برای ماریا قرار بدیم، چون ماریا یک زن هست، مؤنث هست، به جاش باید ضمیر she استفاده کنیم. She is late. پس به جای Maria is late میتونیم بگیم she is late، او دیر کرده است. اگه نگاه کنید she چون ضمیر مرتبط با مؤنث هست، فمینین به معنای مؤنث یا خانم، برمیگرده به ماریا. اینجا she همون ماریا هست. در مثال G، Tom is late، تام دیر کرده است. تام یک فرد مذکر هست یعنی مرد هست، پس ضمیر مناسب با تام he است. He is late، میتونیم بگیم he is late، اون دیر کرده. در این مثال he
یک ضمیری هستش که برای ماسکولین یعنی برای مذکر استفاده میشه. هی همون تام هست در اینجا. بریم روی مثال بعدی. مثال H. Boston is late. اتوبوس شماره 10 یا اتوبوس خط 10 دیر کرده است. اینجا باستن چون غیر انسان هست و غایب هست، ما باید از ضمیر ایت براش استفاده کنیم. پس میتونیم به جای باستن بذاریم ایت. It is late. آن دیر کرده است. یعنی اتوبوس دیر کرده. اتوبوس شماره 10 دیر کرده. این H در همین مثال H، it همون باستن هست. اتوبوس شماره 10. تا جلسه دیگری از مباحث گرامری شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. انشالله که این جلسات برای شما مفید و مثمر ثمر خواهد بود. موفق و پیروز باشید.